من الان رسیدم ترکیه، بازا بدبختی، اصلا حال رویم خوبی نیست. همه رو دارن میکشن، بچه ها رو همه رو دارن میکشن. فقط کمک خارجی رسیدن شده. همه شاهزاده رو صدا میزنن، خارشونه بگوید هر کی غیر از این صدا میزنن. شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبل آزادیه، اصلا کاری به اسم شاهزاده نره. مردم دوباره ناجیان، برادر رو میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. من پروازم کنسل شده بود از پروازهای خارجی تهران به خارج از ایران، خارجی ها همه کنسل شده. و بدبختی یه پرواز ایرانی پیدا کردم. حالا روی مثلا خوب نیست، فقط کمک خارجی. من تا الان تا ایران نباشید نمیفهمید وضعیت چطوری. ترامپه هر کی هست، فقط کمک خارجی. چشم امید بچه ها همه به شما هست، این خارج از ایرانه.